تو تابستون خوراکی که خیلی ها جلاتو هاوس جلاتو هاوس یکی از بستنی‌های خوش قیمته و دیگه عاشقان بستنی تو تهران میان جلاتو، واقعا خفنه. فرئو بچه توش کیکه روخو ببین، کیک برانیه چیه اونو داره. بعد اونطوری که میگن اینا رو با نوتلا و شیرشون هم از شیر گاوای خندانه. بچه قیمتش 85,000 تومانه، خیلی قیمت خوبیه برای بستنی و خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم خوبه، گرون هم نیست. نوتلا داره. اینو برای متوسطه اومدیم، مدل‌های مختلف هم داره. این نوتلا فرئو اصلا آجی مگه میشه، مگه داریم؟ بچه برای آرش نگرفتم چون تنبیه. بذار دهنم دیگه، بیا بذارم دهن. مردی که بیشعور، اگه تو شعور داری که آخه نمیدونم چی بهت بگم، واقعا خوشمزه. ولی به نظر من این باید قیمتش گرونتر باشه. ولی داداش پول تقریبا 9 تا بستنی کیما؟ من رژیمم ولی این همه خوردی ولی فوق‌العاده هست. ببین روش کیک پود شده داره، نوتلا بس داره. قراره بازم کلی بستنی بخوریم. بچا 2-3 تا بستنی مونده، منتظر گرونترین باشید که سورپرایزا. همین الان لایک کن که داره هزینه میشه. خب آرش قراره بهت یه بستنی بدم که شاید باورت نشه. اینجا بستنی فروشی نمیبینم. اینجا الان نیست، این توه. رژیمیه. رژیمی مگه بستنی زیرو واسه بدنسازا، باورت نمیشه. من خودم نخوردم ولی شنیدم. بریم ببینیم چطوره. رژیمی تنوع بستنی رژیمی رو ببین. اینجا خوراک منه که خوراک تویی که رژیم. اینجا قیمت 229 خورده ولی 219 داد. با همون خیلی حال. تو فرنگیزه. خب بچه‌ها بستنیشو میگرفتیم و از 220,000 تومان 219,000 تومان و خراب کرد یارو، بستنی خورد شد. بچه بستنی خورد کرد. ولی خب گفت به خاطر اینکه رژیمی گرفتین این مایه‌اش یه ذره زودتر خشک میشه سرمون. به عنوان یه بستنی رژیمی نگاه کن، نه بگو چای بدبخت است. خب معلومه رژیمی بدبخت است. خیلی بدبخت بابا خب رژیمیه. من همچین بستنی عمرن 200 تومن پولشو بدم، ولی اولش باحاله، اولش که میخوری داداش ما رژیمیشو گرفتیم. تو اینو باید به اون چشم نگاه کنی که داری خماری بستنی رو میکشی و ورزش داری میکنی و نمیتونی این قندو مصرف کنی، باید یه بستنی رژیمی بخوری. بچا چرت و پرتاشو گوش ندید، واقعا خوشمزه. من به این 4 میدم. آقا من به این 7 میدم. 7 میدم. نمزه بلوبری میده. اون که تیکای میوه میاد تو دهنت و یه بستنی سالم میخوری خیلی برام لذت داره. ولی کلا تجربه جالبیه. ولی گرونه. خیلی هم گرونه. بچه 220,000 تومان برای یه بستنی واقعا گرونه. ولی تجربه باحاله. تازه این گرونتر هم داریم. بریم بستنی بعدی. بریم بستنی بعدی. خدا بچه دارم مرض دیابت میگیرم انقدر بستنی خوردم. میخوام ببرم بستنی هیولایی. بهش میگن مانستر بستنی. بچه‌ها خیلی باحاله. خیلی رنگ عجیب، چشه خوشگل. طرفدارش زیاده. داداش اومدیم مانستر بخوریم. چی بشی؟ 60 تومن. تو هیولا هستی حالا، من که فرشتم ولی تو هیولایی. کی گفته تو فرشته؟ یزی. بچه تو کامنت ها بگید پارسا فرشته، حسودیش. بچه خوب رنگش آبی و قرمزه، اگه قهوه‌ای بود اصلا ولی خب بیا داداش این تغذیه خود. یه چشتو ببند، یه چشتو ببند. عجیبه، چه طعم عجیبی داره. خفنه؟ خیلی باحاله. بخور. خیلی خوبه. بذار بگم از چی میده. چه؟ ویپ که میکشی. آفرین مزه ویپ میده. مزه جویس ویپ میده. من دیدین سو حساب. بچه‌ها اونجا که اگه ویدیو ارزون ترین گرونترین ویپ ندیدید برید. ولی واقعا مزه جویسی که خریدم مزه انگور. دقیقاً همونه. مزه
میزه شکلات تلخ میده. میدی؟ اینم مزه بلوبری انگور میده. ببین منم جلاتو حال برام کردم. عادی شده، همه اونا برام عادی شده، ولی آرش اگه سرشو بزنی داداش تو فکر کن پول 3 تا کیم میدی یه بستنی خوب می‌خوری. یه چیزی که تو این بستنی خیلی دوستش دارم اینه که خیلی راحت می‌تونی لیستش بزنی، مثل این کارتون و فیلم‌ها هست. خیلی خوبه. بریم بعد سراغ بستنی بعدی. ببین میخوام ببرم یه جای لاکچری یا آخه 300 به لاکچری بودن می‌خوره. تیپ تو عوض کن که تا حالا اونجا نرفتی. من تیپم میخوام ببرم گرونترین بستنی رو بهت بدم. میدونی کجاست؟ اون بالا. اوه اسکایلانج حتما. بله. قدم بچه‌ها خر نیستی امروز می‌فهمی. نمیدونم چیه تحذیف جمهوری آره. اسلامی و فلان اینا هر پر پلیس ماموره. ما بریم کاش سوسو. بود. بچه‌ها برای گرونترین بستنی اومدیم اسکایلانج. اگه ویدیو ارزان‌ترین تا گرونترین قلیون تهران رو دیده باشید که ویدیوشو لینکش اینجا میذارم، اومدیم اسکایلانج. الانم برای بستنی اومدیم اسکایلانج دیگه. اینجا خودتون میدونید چقدر خفنه. ویو رو ببینید. قیمت بستنیشو نمیدونم ولی بیاره ببینی آخرش چقدر میشه. فکر کنم 1 میلیون باید کارت بکشی. بچه آرش برای اولین بار اومده اینجا، نظرت چیه؟ داداش دروغ نگو، راست بگو، خدایی حقیقتشو بگم بچه باشم ریخته. خدایی لاکچری و خفره. بچه از اونجایی که برای این ویدیو کلی داره هزینه میشه، لطفاً شما این لایکو بزنید، بزنید، ویدیو قبلی سابم ببینید، ویدیو قبلی بعدی همه رو ببینید، عشق کنید. بای بای. بچه ظاهری که دقیقا شبیه این بستنی شادایی تو خونه‌مونه. بگم برای باید 300 تومن از ولی یه توت فرنگی گیلاس روش گذاشته دیگه. بچه واقعا این پولو ندید بیاید اینجا این بستنی، چون همون بستنیه که خونه میخوری. خدا وکیلی. همون نظرم میدم. آخه اصلا یه چیزی بگم، بستنی مگه میشه بدمزه باشه واقعا؟ ولی بچه هیچ چیز خاصی نداره، همون بستنی معمولیه، فقط توی ویو خوب داره میخوری. همونش مهمه دیگه. قشنگ برداشته یه اسکوپ از این بستنی میهنا رو انداخته این تو، ولی چون اسکایلانجه گرونده شو میگیره. حالا گیلاسشو من بخورم یا تو؟ گلاسش تو بخور، توت فرنگیشو من. بچه یه ترکیب فوق‌العاده، یه قهوه آمریکانوه با بستنی. نگاه کن. وای طعمشو خنثی میکنی؟ آرو میاد یه بستنی مثلا یه اسکوپ میذاره، یه دونه توت فرنگی میذاره کنارش، میگه مثلا $200,000. دقیقاً اینم دقیقاً همونه. ولی خدای بستنی که اینجا میخوری بیشتر حال میده دیگه. حال میده دیگه داداش. من اینجا روی این ویو وایسم کیمم گاز بزنه بیشتر حال میده. خب آرش بحث امتیازه. از اولی تا آخری از کیم شروع کن. کیم 2 میگیره، خب ژلاتو 8 میگیره، خب بستنی رژیمیه خب 3. نه بابا تو رو خدا داداش خیلی خفن بود بستنی رژیمیه. نظر منه داداش. نظر تو برای خودت بستنی مانستر مانستر چند؟ خیلی خوشگل بود، اون میگیره 7. پس تو ژلاتو باز اینم که اصلا این که 1 میگیره آجی. بس فقط پول بس، فقط نمره واسه ویو ولی میگیره. برای ویوش من 10 میدم. بستنی چند؟ بستنیشو گفتم 1 میدم. یک؟ بستنی کیلویی رو ریخته چرت و پرت. باش. بارسا نظر نمره. آره. ببین من به بستنی کیم که همون 2 میدم مثل تو، به بستنی ژلاتو 8 میدم دقیقاً مثل تو، ولی بستنی رژیمیه رو 7 میدم. خب خیلی چرت بود. بستنی مانستر رو 8 میدم باز، بخاطر اینکه خیلی خوشگل و باحال بود، من خیلی دوست داشتم. و اینجا هم که 1 میدم. به ویوش اینجا به ویوش 10 میدم و به قلیونش هم 9 میدم. ولی به این نو. خب بچه امیدوارم با این ویدیو کلی حال کرده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و اینکه تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.